با خاطر از این لاله نیلی لاده عزیزم نفهمیدی شما لگه نه نفهمیدم. یا شما نیه مامان امروز چه کاره؟ سپنجی چرخ میدم. گری البته نه صرفی. نه دیگه که گری نه صرفی کار غریبی نه از آخر سپنجی چرخ میدم الله. بزی اشتنا کار شما. خوبه میرین خدا. خوبه؟ خوبه. و پس تکون ما یک چرخ بده. پول. پنجی یا دوی نده. آن خوبه. ماما جان این میده بود اگه پنجی. ببین. بخیر باشین. خدا برکت بده. وای این بیچاره اشکال آدم غریب سکت به گری نه صرفی داخل سپنجی باله چند Pegou um buraco, tem como sacar de tudo. Vale, via. Onde sei? Amore nane. نه جانم. گرم شو نه اول میام از بازار یا نه خوب امید دل و نسو امید دل و کباب نشو یار نه امید عادی مل گرفته میفهمی چرا ای مونوروز بیچاره بید متا بازار سپنجی چاق بود نه کدوم مونوروز نه پیار گیلا گم سوی مونانه سپنجی چاق بود تا بازار سپنجی چاق بود مونوروز داشتن خوبم گفتم کار کسری هم هست گفت اگر صبح ساعت 8 پیش تو حالا 60 یار نه نمیتونم گفتم سعی کنم تو بیام خیلی سخته ساخته چه بود نداری ساخته برو باید مثلا نه سعی کنیم خونه اگر پیرانه داریم برای دختر یا برای زن به کدوم از خانواده ببریم دمی با نان ثواب داره بیچاره رفت لباسی ندارم میپوشی روی پیرانه ما چی نه اشته نمیپوشم نه بله نمیای ما اون روزه پیرانه بگیریم هیچ گپی نمیاد ثواب هم میکنیم یا که دیگه نه پیرانه را میبرم از این ستکو برام ستکو خیلی داره برام باید برای که دیگه یک ستکم بکنیم به این مونوروز ببرم دمی در دقل میرفت لباس کنو میشه خوب نه خیلی میکنم با بزرگی ندارم که برای ما ثواب بشه یک ستکی بگیرشته ثواب نمیشه نه همین که جگر مکنم شد نه باشه بیا که این بیچاره بدیدم باید بیا میبرم در سالیم آنی خوب شد مدام خوب گفت یک ستکی خود یک پیرانه باشد علم کو خیلی به زینا میسوزه خدا آدم هیچ وقت نادار نکنه هی
خدا گیلک جشتنی سلام باش خیلیت جنگل سلامت جلسه جنگل شکر خیلیت زنده باشی سلامت بفرمایید افطار باشیم میمون ما افطار کنم کم وقت مونده گیلک جو گیلک جو بله من یک جوری یک پیرانه خود یک ستکه بیاوردم ستکه بده و پیار خو پیرانه و برای کدوم شما بیان دا برخو کنیم بفهمیدین ده میده یا من برات سپنجی چخ میدم میگم مگیل خو اعمال سودا میستونم با بازار پیار تو بدیدم واقعیت دل نگوستم جگر ما کباب شد گفت اگر صبح بیرشیم از 8 صبح تا حالا خیلی گیله ایت نکو دیگه بفهمید گیلک جو میفهمم گیله ما پیار تو بدیدم از 8 صبح بیرشیم تا حالا 60 فکر کردم خیلی باشه گیله دیرو چیله بعدی بکار کردیم اون نسبت اون آورده بدم سرویسیو دیگه خیلی باشه گیله خدا مهربانه غریبی پای خلق خدا مهربانه گیله بفهمید گیلک جو انا برفتم به خونه مادر خوب گفت امیر اختا هسته چون نوی مادر مسته با خونه کرده با خوب کرده از بعد با گفت نمیکنم بول قرار کردی برو به سر گیلک اینو بده خیر مینا باشه خداوند با شما همون زبده که نه تا نمیش کنه به شما همچنین خیر خدا مدارک خیر بده گیلا این ستکر بفهمید کیا خوب بده اگر لباسار مادر تو با خونه کرده به خواهر خو برمه نمیشه این به پیار تو خوبه با تو خیلی گیلا کمی وزن تو خیلیه بفهمیدی سکو آره گردن من خوبه بید این خودی پیار تو بیتاره بید میپیشم ببخ کنم اگه ما میپالم تو هم اگر اگه دیدی پیار من نگو خوبه نگو این هم قطع منه دیگه فرق نداره سایه بابا پیار من نگی خوبه نمیگو خیلی باشه این پیران هم بفهمیدی چیزا نویه سکو تو سب که پیرانم برمه میشه نه پیران بابا خونه کنه اینا پیران زنونه برمه نمیشه بعده دیگه بعده با مادر تو بگی مادر عباس داده اگه مادر تو با خونه که بده بخواه جا دادی من مایه بالکن تو یک جوی لباس بپالم مادر من مایه دادی من مایه تو من رخ نداری خب میپالم اگه پیداش به تو هم میارم گیلک تا جایی که پیداش به شما میارم خیر بینی تشکر باشه خداحافظ خیر بینی عباس افطار ما چیز داریم خیر بینی نمای خیر بینی چیز بار کرده چی میگن امی خمیرال بنداختم به تچه بدریون اشکنیات بریون نوش جان شما سکو این غره که دیگه کشتن نبکن نگاه دار بروزید خوب خوبه روزید ببخ نگی دیگه خوبه نمیگم دل جمع بابا من نگی خوبه خوبه بابا من نگی نمیگم دل جمع باش نمیگم از من استونه خوبه خیلی اگه گفتم میگم مستقیم با ما آورده با بابا من نگی خیلی خب گیلک جان شتن جنجل خیریات خیلی چیگا پوه اول خوبه خیریاته سلامت باش چیگا پوه ما ماستون بیام من میتونم دم سرا شما بیایم خب شطور بدیدم گیلک جو کجا هم پیار شما پیار تو کجاه با کسی بی با بازار برفتن دیگه خیلی کار نمیکنن 60 پی 50 پی 40 پی سپنجی هم 50 گرون سپنجی هم خیلی شده در روزی که ما روزه شده خیلی میشه چه کار کنم مثلا ما کاروبار نیه دیگه همین خسته و خاکی رو 40 پی 100 روپیه مادر شما خیر بینه برای شما عباس هم خیر بینه خب مادر شما خیر بینه خدا خیر بده چرا گیلک جو بچی چری از اینکه میگه خدا مادر تو خیر بده برار تو خیر بده خاطر چی با خاطر از این لال نیلیلا دیگه از اینم نفهمیدی شما دیگه نه فهمیدم یک شما نیه این برار شما دادک به من عباس آورده سلام اون خیر باشه گیلک جو من تو بدم فکر بکردم گفتم این ستکه من خوب باشه گفتم شاید نباشه بخور خوبه همینه داره خوبه با برتم برابره خوبه گیلک جو بعید میپیشم حالا میتواسطه تکوچه آورده مردم ببینم بعید میپیشم خوبه چکو گیلک جو من بیام آدم دم سرا شما که به پیار تو ببینم امی سرسای رازه خورما جمع کردیم از هری پشورا بگم من نمیرم دم سرا بفهمیدی آره خیر بینی امیر باز بده به پیار خوبه بفهمیدی بگو نیرولا سرسای رازه لکه منو دست بابا بداد برای ما داد خیر بینی تشکر
دیگه شما همینجا مردم غریبی بودیم دل ما بساختیم ها دیگه از شما غریب‌تر هم کسی به می کوچی ما نیه دیگه راست میگه. سلامت باشین زنده باشین. خداحافظ بله شما می‌دونید ها ما بریم کار دارم. بله خیر بینیم. تشکر باشه. میشه روزای ماه مبارک رمضان هر همسایه میتونه دست همسایه خوب بگیره. حالا همین هم همسایه مونه همین که به توان میبوده خداوند قبول کنه. یا چهارشنبه دیگه مسلمان با بار باشه. الله یا الله. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوبی برو جان؟ بخیر خیریت؟ مامان امروز به خونه یا؟ نه به خونه نیم. شما چه کاری نایی؟ ورزده می‌نایم. مامان امروز مامان من. گله کم نیه. نه گله کم خونه نیم. نیه هیچ کدوم نیه. هیچ کدوم نیم. امی بوجی برنج خودی این بشکه روغن ببر لالا جو بام خونه ببره. خوب. بگو می همسایه شما ایدگل اینا را آورده. ایدگل. ببر برای اینا خدا قبول کنه بگو بیا آورده خوب پخته کنه. خوبه؟ خوبه. خیر بینی. کار نداری؟ خیر بینی. بخیر باشه. خدا حافظ.